خبرگزاری روسی تاس می‌نویسد که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان حالا در تاجیکستان است. این خبرگزاری روز 1 نوامبر با تکیه به وثیق کبیر نماینده جبهه مقاومت ملی افغانستان و معاون ولی پیشین پنشیر در این باره اطلاع داد. وثیق کبیر به این خبرگزاری گفته است احمد مسعود اکنون در تاجیکستان است، اما گاهی به افغانستان سفر می‌کند و در آنجا با گروه‌های مقاومت در منطقه‌های گوناگون کشور وام می‌خورد. به گفته وی مسعود حالا تلاش دارد که برای مبارزه با طالبان حمایت کشورهای مختلف را به دست بیاورد. مسعود در پی باور کناندن کشورهای منطقه برای ضرورت مبارزه با طالبان است. او برای جلب توجه به جبهه مقاومت ملی و جلب حمایت به کشورهای مختلف سفر می‌کند، گفته است وثیق کبیر. معاون پیشین ولی پنشیر خاطر نشان کرده است که این جبهه رابطه‌های خوب با تاجیکستان دارد که همیشه کمک‌های قابل توجهی به مردم افغانستان در مبارزه با طالبان ارائه کرده و اکنون نیز به این کار ادامه می‌دهد. پیشتر منبع‌های نزدیک به حکومت تاجیکستان خبر داده بودند که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک سفر کوتاه به دوشنبه آمد، اما دوباره به پنشیر بازگشت. سفارت افغانستان در دوشنبه همواره گفته است که او در پنشیر نیست. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها به حل مشکل افغانستان از جمله تشکیل حکومت فراگیر تاکید کرده است. ظاهر اخبار سفیر افغانستان در دوشنبه ماه گذشته گفت حالا تاجیکستان به خاطر موقعیت درستش در مورد طالبان در مرکز توجه قرار گرفته است. از این نگاه به باور او تاجیکستان کشوری شده است که اکثر چهره‌های مخالف با حکومت طالبان را جذب می‌کند.